چیزی دیگر تدرج فی الاضلال، یعنی رفته رفته آدم رو گمراه میکند. مثلا میتوانیم بگوییم به یک انسان نمازخوان میگوید اصلا نمازهایت رو در شب میخوانی، حاضر نخوان شبتر میخوانی، شما هر شب میخوانم میگوید. بعد از اون میگوید الان شب خیلی خسته هستی، سحر میخوانی، سحر میشود دیگر نماز یک روزه گذشت و میگوید اصلا دین یعنی روز گذشته نماز نخواندی، امروز هم نخوانی میشود. همین گونه رفته رفته انسان رو ترک میکناند. زنهای حجابدار چی؟ زنهای حجابدار رو میگوید مهم پوشیده باشی، فرق ندارد لباس های رنگ و برنگ و نگیندار و خوشرو از ماده های ترکی و دبی و چیزی دیگر بپوش. بعد از آن میگه کمی تنگ باشد هم هیچ گپ نه، کمی از زانوت بالا باشد هم هیچ گپ ندارد. اصلا مهم قلب تو هست، به سطر هم میتوانی. یکی رفته رفته از بحر لباس میبرایند. سبحان الله، تدرج یعنی کم کم انسان رو گمراه کرده رفتن خیلی برای شما یعنی این چیز نشدنی می نماید، ولی بعداً می بینید که این چیز خیلی با زیادی ها شده است. یا مثلا با یک انسانی خیلی گفتم لشکرهای شیطان دوستی میکنید، او میگوید خیر من نماز نخوندم، من کافر هستم مگر؟ خیر من مسلمان هستم، من ببین من رقص هم میکنم، توی هم میروم، خرسندی هم میکنم، الحمدلله شبها با خدا جان دعای هم میکنم، انا همین خیر کرده هم میشود. و اون بیچاره سطردار و نمازخوان یک مدت میگذرد که عیناً مثل آن قلب ما تازه است، همین کفایه است گویان این عیناً همان وسوسه شیطان است. اینجا